سلام به همراهان عزیز کانال. میریم برای پارت ششم آتنگردی. امروز اینجا تعطیله به مناسبت استقلالشون. میتونید اطلاعات رو در کپشن بخونید. امروز 28 ماه اکتبر هست. ما میریم به سمت مرکز شهر سینگاپور. امروز قرار بود که رژه برقرار بشه. بریم که امروز میخوان چیکار کنن داخل آتن و چه مراسمی دارن. با من همراه باشید. فکر میکنم که امروز موزه رایگان باشه چون خیلی هم شلوغه. بریم ببینیم که واقعیت داره یا نه. روز آفتابی فوق‌العاده زیبا و دلچسب. جای همه همراهان و بینندگان عزیز واقعا سبز. چون که برو من بذارم اینجا. امروز رفتم موزه رو دیدم، واقعا که دیدنی بود، واقعا به معنای واقعی موزه بود. امروز هم که روز تعطیله، همشون توریست هستن، اومدن که برن از این فرصت استفاده کنن و موزه رو رایگان ببینن. پیشنهاد میکنم که حتما یه ویزا بگیرید اگر خارج از محدوده شنگن هستید. بیایید حتما یونان رو ببینید چون یونان واقعا دیدنیه، واقعا دیدنیه. جبروتش آدم میگیره، کم از ایران نیست. درسته ایران خیلی کشور قدیمیه ولی یونان هم واقعا دیدنیه. صف جمعیت رو ببینید، همه توریست. هوا آفتابی عالی و صف